بذارید ویدیو رو اینجوری شروع کنم. از تک تک اون 97 نفر و اون 10 نفر مشترک این کارم شدن واقعا تشکر میکنم. واقعا ممنونم که منو مشترک شدید و آره همین. خب امروز احتمال بسیار 100% زیاد اونجوری که تو چست پیدا نکردیم و اپیزود قبل گفتیم مگه احمقیم بریم چیز کنیم. آره احمقیم. الان باید بریم، میخوام لنز دست بیارم و برم سراغ همون جایی که گفتم و بسازم، چون من پیدا نکردم. هرچی گشتم من پیدا نکردم اون چیزی که محتضر به چیز من بودید اگه نشون داده باشم. ما اینجا رو گشتیم و هیچ چیز خاصی نشد. یه دونه چستم من پیدا نکردم اینجا و خیلی چیز خشکی بود. حالا میخوام برم این طرف هم دوباره بگردم. حد بسیار زیادی ان شدم، واقعا حد بسیار زیادی ان شدم و اینقدر این مسیر طول کشید تا آخر اینجا مردم و یه دونه گلد از دست دادم و هیچی هم به دست تقریبا نیاوردم. خیلی ممنون، واقعا تشکر. ناراحت شدم. بذاریم چند تا چیز میخوام بسازم. ورک بنچ، ستاره ها رو میکنیم توی باتل به این صورت. حالا باتل از شیشه میتونید به دست ببرید. این هم نور میده، هم یه افکت خوب اینجا مثلا میذارم. مانای ما رو افزایش میده. نه فکر کنم یا مانامون رو افزایش میده یا مقدار سریع پر شدن مانای ما رو. الان میدونی بهترین کار چیه؟ اینکه بریم زیر زمین رو بگردیم، شاید توی چست اونجا یه چیزی باشه. واقعا یکی از معایب این که من مپمو لارج انتخاب کردم اینه که برای این که مثلا به یه جایی برسی پدرت قراره در بیاد. با لایف کریستالتون علاوه بر این که میتونید استفادهش کنید، میتونید یه کار دیگه هم کنید، اینو بسازید. این فکر کنم باعث بشه که جونتون سریعتر پر بشه تو محدوده. بذار لایف ریج، آره سریعتر پر بشه همونجوری که میبینید. اینو مان کنید. خدا کنم اسم این چستا رو لوت کنم. برید بروید. خب یه دونه از این دستکشا داد، دمت گرم. دستکشا رو دوست دارم، به درد میخوره. خب یه چست دیگه. یس، بالاخره چشمو پیدا کردیم. بالاخره چشممون رو پیدا کردیم. خدای شکرت، خدای مرسی، تشکر. بریم برای فایت. ران بای. امیدوارم با همین وسایلی که دارم بتونم بزنمش. بذار ببینم میتونم بذار لباس بسازم. بذار دیفنسمون بده. یه تیر کمان میخوام اول از همه بسازم. لباس نمیتونیم انگار بسازیم. اوکی بریم سراغ فایت. یک دو سه. بسم الله الرحمن. صبر کن آقا، تیرکمونم کو؟ تیرکمون من کو آقا؟ تیرکمونم کو؟
یا خدا فکر نکنم بتونم بزنمش، خیلی ضعیفم. سکوت ناشی از تمرکز. بعد از یه دمیجی فکر کنم الان وحشی بشه بدبخت شدم. کجا رفت؟ با تیرکمون راحت میشه اینو بکشید. اوه وحشی شد باید سریع بزنیدش ولی 20 تا کم میکنه از هر دمیجش. اگه جونتون زیاده وایسید تو روش فقط بزنید. رفت بالا. کجا رفت؟ صبح شد. خیلی دلم گرفته من مرغکی پر بستم. این 18 تا شد. تیراتونو یا گوینگ کنید، آتیشی کنید یا تیراتونو، یا به نظر من بهتر از آتیش اینه که با ستاره ترکیب کنید و ستاره ای کنید. بدی هم نشد. خب اشکال اصلا نداره، ما شکست نمیخوریم. الان دوباره میرم میگردم زیر زمینو و ایشاله یه بار دیگه پیدا میشه. ایشاله خب ما رفتیم پایینتر. اینجا یه دونه چست پیدا کردیم و گشتیم و دوباره چشم نداد، فقط تونستیم یه ذره تابلو پیدا کنیم.
خب بالاخره یه چست دیگه پیدا کردم و چشم توش بود. ای خدا مرسی بعد این همه تلاش، خدای شکر. خب الان بریم خونه دیگه. به به مولا نصر، اینا چی؟ بازرگان اومد. خب ازش یه دونه چی خریدیم؟ فلامینگو نگرونست، کلی پول در برده بودم و همش رفت. خب بذار من اینجا رو بکنم اینو. خب چرا 2 تا خریدم؟ وای اون و الان اینم اسپان شد. اینو اسمشو بذاریم دختر نیست، دوستش اسمشو بذارم دختر محمود نقاش. اسمشو بذاریم محمود نقاش. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا ببین با تیرکمون راحت می‌کشیدش، با یه تیرکمون پلاتینیومی راحتی مرده. خدا وکیلی هم خیلی من تجهیزاتم بالاست، هم کلی قلب دارم، هم یه دونه از این لاک کریستالای آویزانی درست کردم، باید میتونم این کار کنم. کلا خیلی چیز من قوی ام برای این فایت. مثلا من رو نیازار مرا این ریاضی آخرشه. نه باید از این چیزا نمیتونم بزنمش متاسفانه. خب این سراغ شمشیر میزنمش. 500 تا فرج مونده و تمام 200 تا آخرشه و تمام. خسته نباشید دلاور. خدا قوت و علمان. چیا بهمون داد؟ صبر کن. چیا بهمون لوت داد؟ چیا واقعا بهمون داد؟ یه دونه دمنیوز اور داد. یه اور خوبیه خدا وکیلی. این اور با ارزشیه. این اور رو بریم استخراج کنیم، میتونیم باش کلنگای خوبی بسازیم. یه دونه اینو داد و همینو داد. اوکی راضیم به رضای خدا. خب 19 تا و این چیکار میشه حالا کرد باش؟ سوال درست کردم، امیدوارم بشه باشم درخت زد. 19 تا میل دمیج داره. بذار ببینم امتحان کنم. 22 تا میل دمیج. درخت آیا میشه باش زد؟ بله درخت هم میشه باش زد. ای جانم. خب یه دونه اینو ساختیم باش دیگه. البته به عنوان یه چیزی بهتون بگم اگه بهتون اینو نداد اصلا اشکال نداره، نگران نباشید، چون برای هر کسی اوراش فرق داره. مثلا من چون کریپشنم بهمون از اینا داد، برای شما یه چیز قرمز میده، یه سنگ قرمز، یه اور قرمز به شما میده، اونو انجام بدید. کلهم فرق داره دیگه برای هر کسی. 15 تا 13 تا. اوکی اینم بگیریم. کجا رفت تیرکمونه؟ همون تیرکمون ساختم. کورم من شاید. بذار چیزایی که این اپیزود به دست آوردیم بهتون بگم. یه دونه این تو اینجا میذارم، این و همین دیگه این هم به دست آوردیم. این کتابرم به دست آوردیم. کتابرم میتونید بپوشید. نمیدونم 10 تا گولد کوین. یه تبرم، حالا این تبر زیاد مهم نیست. خب این ور یه دونه اینو به دست آوردیم، دست زامبی دیگه. کلی مجسمه، از این مجسمه ها کلی به دست آوردیم که خیلی زیاده. یه دونه از این مجسمه ها رو برمیدم به عنوان شاره. یه دونه این، یه دونه ایشون. کلی معجون که استفاده کردیم. حدوداً اینا رو ما به دست آوردیم. چیزای مهممون اینا بود.
امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید. حدوداً 2 ساعت ضبط کردم و آره شارژ گوشی من 78% بود، الان شده 58%. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. تا اپیزود بعد خدا نگهدار. و بازم تشکر میکنم از اینکه از ویدیوهای قبلی و تروری استقبال شده.